دیدی بعضی وقتا دلت یه نون داغ و پنبه‌ای میخواد، حوصله بیرون رفتن نداری، مچ ورز دادن خمیرم نداری، حوصله نداری تایم استراحتم به خمیر بدی. این نون فوق‌العاده عالی و پنبه‌ای میشه بدون ورز دادن، بدون تایم استراحت، همینقدر پوک و پنبه‌ای. این نون مخصوص همون روزاست، خیلی عالی و لطیفه، راحتم درست میشه. هزینه آموزش فقط یه قلب قرمز، قلب پست و قرمز کن با هم دیگه آموزشش رو ببینیم. یه دونه سفیده تخم مرغ رو با شکر قشنگ بزنید تا کاملا شکر باز بشه. روغن رو اضافه کنید، نصفی از بیکینگ پودر دستور رو با ماست ترکیب کنید و به موادتون اضافه کنید. بعد از اینکه این موادتون کاملا یک دست رو روون شد، نوبت اضافه کردن آرد رو به همراه کمی نمک و بقیه بیکینگ پودر با هم دیگه ترکیب کنید، الگ کنید، روی این مواد مایع اضافه کنید، همزن رو بذارین کنار، با همون قاشقتون موادتون یک دست کنید. اگه دوست داشتین کمی زردچوبه هم بزنین که این نون خوش رنگ تر میشه. مواد همینقدر خمیر شله، احتیاج به قالب خاصی ندارین. داخل مایتابه هم میتونین این نون رو درست کنین. کف قالبتون رو کمی چرب کنین، خمیر رو انتقال بدین به قالبتون، با انگشتتون حالت گرد نون رو درست کنین و با نوک انگشتانتون بهش شکل بدین. اگه دوست داشتین میتونین روش کنجد و سیادونه یا هر مغزیجاتی که دوست داشتین بریزین. یه دونه زرده تخم مرغ دارین که اونو برای رومال استفاده کنین. فرتون رو از قبل حتما گرم کنید. نون بره داخل فر از قبل گرم شده با دمای 175 درجه به مدت نیم ساعت. واقعا به همین راحتی بدون اینکه بریم بیرون نون داغ کنار صبحانه‌تون آماده است.